Коране ничего не говорится о ношении хиджаба. Потому что читаешь Коран, Женщины, что все платок одевали, мужчины, что все бороды отпускали, всем обязательно обрезание сделать. Такого нету. Но в жизни обычно люди так понимают. Религию. ستر و حجاب امروز انسان‌های پیدا می‌شوند که موافق خواهش‌های خودشان و خواهش‌های نفسانیشان فتوای پیدا می‌کنند. میگویند که در کجای قرآن و یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حجاب آمده است و خودشان را فریب می‌دهند. فرمان برداری از فرمان پروردگار عالمیان و پیامبر صلی الله علیه و سلم. الله تعالی می فرماید: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. و هیچ مرد و زنی با ایمان حق ندارد هنگامی که الله و پیامبرش امری را مقرر کنند از سوی خود امر دیگری را اختیار کنند و هر کس الله و پیامبرش را نافرمانی نماید پس بدون شک به گمراهی آشکار گرفتار شده است. الله تعالی می فرماید: یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند، یعنی با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند.